امروز 3 ماه کامل شد. هنوزم از اولادم کدام خبری نیست. دلم برشان بسیار تنگ شده. بدون پدر جانت کلان خواد شدی. حتی برام اجازه ندادن تا ماتم بگیرم. برام گفتن تو قاتل پدرش هستی. قصد برام گفت تو شوهرت از بین بردی. اما خداوند شاهد است که در دنیا بجز از راسم کسی دیگر ندیدم. کاش او روز مرا به دار میزدن تا از این تهمت خلاص میشدم. آیا میخواهی ریش خود را زیاد نمایی یا میخواهی موی سر از ریختن ماند یا میخواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا میخواهی خود را فربه یا خراب کنی، پس به شما صاف سودا را توصیه میدهیم. و یا شخصان میخواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه به صاف سودا مراجعت نمایید. داروها در صفحه نیز کرده میشوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریست جی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. قدرت جان، ما پیشت بسیار شرمنده هستم. بیشتر از همه پیش تو سرم خم است. شاید یک روز از این گپ‌هایم خبر شی و مرا هیچ وقت نبخشی، اما باور کن مجبور بودم. چون طفل زحل سقط شده بود من مجبور بودم که تو را به اون آبادم. دیگه هیچ چاره نداشتم بچه. گفتم بگیم مثل طفل خودت ازش مواظبت کن. گفتم به همسرتم همه تو بگو، با آسیا مادرم همه تو بگو. در حالی که تو یگانه دلیل بودی تا همراه اونا گپ بزنم، نمیخواستم اونا را از دست بدم. اما با گپایم باور کن اونا تو را مثل اولاد خودشان دوست دارن. بسیار پشت دقشنی بچه. بوی درستش ممکنه نتانستم. با خداوند دعا میکنم تا در ملاقات امروزی تو را من به خود بیارم. شاید آسیا مادر اجازه نده که اونو اینجا بیایه، اما زحل حتما یک راه پیدا کرده تو رو اینجا میاره. خدایا خودت برام صبر بده. در قسمتم ایره نصیب کو تا اولادم یک بار دیگه ببینم. فقط میخوایم یک بار ببینم و بفهمم که اونا خوب هستن. خدایا هم درد است و هم درمان. خدا دعاهای مرا قبول کن. غیر از شما کسی را ندارم تا ازش یاری بخوایم.
کسی هستی که به هر چیز قدرت میدی. حتی به این گل قدرت دادی ده اینجا بروید، به خاطر که امید خود از دست ندن. این 4 دیواری دیر شد، مثل یک مرده ده اینجا داخل شده بودم. تختم از سنگ قبر شد، لباسم کفنم شد. برم گفتن تو همسرت از بین بردی. هرچی که گفتم کسی گپ ما قبول نکرد. نتونستم ثابت کنم که بیگناستم. روزی که او مرد خداوند جان مرم گرفت. نفس خو کشیدم، اما مثل یک درخت خشک در زمین خشک بودم. نه سبز شدم و نه هم از بین رفتم. همه تو منتظر شیشتم. ریشه هایم اولادایم بودن، به خاطر اونا منتظر شیشتم. 20 سال به خاطر دیدن دوباره اونا، به خاطر نشان دادن بیگناهی خود منتظر شیشتم. حالا انتظار به پایان رسید چنار. روزی که دوباره به اولادایت میرسی چنار. ما آمدم راسم. چنارت پیشت آمد. در قسمتم بوده تا تو را این قسم ببینم. ما هیچ وقت نمیخواستم از هم جدا شویم، اما حال قسم ملاقات میکنیم. کاشت او روز وقتر میرسیدم، باز شاید او حادثه رخ نمیداد. مرا ببخش راسم، به خاطر که او روز دیر کردم. مرا ببخش. میخواستم برات مژده بدم. میخواستم بگم که خداوند به ما یک اولاد دگم داده، اما نشد. ما هم در قبر داخل شدم راستم، اما در درد تو و در نبود تو من مردم راستم. مادرم میبینه. آدم واری چادرت بپوش. چی میگی ترگت؟ از گرمی زیاد کم است که ضعف کنم. به خاطر اولادم منتظر شیشتم راسم. 20 سال با امید ای که دوباره اولادم ببینم هر شب روز میکردم راسم. در آخرین لحظه خداوند دعای من قبول کرد. درست است که همگی مرا قاتل میگن، اما خداوند میفهمه که من قاتل نیستم. ایره تو هم میفهمی. یک روز همگی ایره خود فهمیدن، اما تو جگر خون نباش راسم. میفهمم همیال مرا میبینی. وجدان من کاملا راحت است. من کار نکردم تا در حضور خداوند سرم خم باشه، بجز از همسر بودن و
مادر بودن به اولادم کدام گناه دیگه ندارم. ترگوت، بله مادر. او زن سر قبر بچیم چی میکنه؟ ترگوت جان به خاطر چی اینجا استاد شدیم؟ نمیفهمم مادر. امیال رخصتش میکنیم. همتون چی رو میبینین؟ خب خیر باشه، وقتی که پیشش رسیدیم باز میفهمیم. ترگوت چرا جواب سوال من ندادی؟ باز تکو دانتا چیزی نیست. دخترم، تو کی هستی دختر جان؟ چنار؟ تو اینجا؟ مادر، به من مادر نگو. مادر قسم نکنین. 20 سال گذشت، لطفاً نکنه. آتش قلبتون هنوزم خاموش نشده. خاموش نشده. 20 سال میشه بچیم در زیر خاک است. بیبی خوب اینجا را بیبی. بچه من تو زیر خاک کردی. من چیزی نکردم مادر. باور کنین من بیگناه هستم. من چه تو جان راست من گرفتم ایتانم. گرفتی؟ هیچ به او رحم نکردی. هیچ نگفتی که او شوهرت است. به این فکر نکردی که پدر اولادایت است. به خاطر مادرش هم سرش رحم نکردی. مادر، به من مادر نگو. بعد از این من تنها عجلت هستم، کس دیگه نه. حالا از اینجا رنگت گم کن. گم شو. ای زنده اینجا چی کار داره؟ جانم ای زندانی نبود؟ ترگوت، یک بار به گپایم گوش کنه. من اینقدر سال عروستون بودم، من هنوزم نشناختین. من چه تو جان کسی را گرفتم ایتانم. گفتم از اینجا گم شو. دیگه نمیخوایم تو را ببینم. من بیگناه هستم. گفتم رنگت از اینجا گم کن. مادر، ترگوت، بیبی قاتل بیادرت آمده. من نمیفهمم ای چطور جرأت کرده که به خاطر دعا کردن اینجا بیایه. مادر نشه کدام جا شوگار کنی. به من دست نزن. اگه باور نمیکنین اینه بخونین. کسی که اتفاقات او شب دیده برم نامه نوشته کرده که من بیگناه هستم. نوشته کرده که من با چشمای خودم دیدم. مادر، از اینجا گم شو احمق. پیش از اینکه قاتل شوم گم شو. حتی نمیخوایم به اشکایت سیل کنم. حتی فکر نمیکنم که تو یک انسان هستی. لطفا یک دفعه اینه بخونه. قربانتان شام یک دفعه اینه بخونه. به خدایی مرا قاتل میسازه بچه.
ترگوت، این از پیش چشمایم دور کو. درست است. من میرم، اما اجازه بده یک دفعه اولادایم ببینم. اقدر سالها از اولادایم دور بودم. اونا اولادای تو نیستن. اونا اولادای بچیم هستن، فهمیدی؟ هیچ وقت به نواسایم نزدیک نشی چنار. از اونا دور می باشی. گپ ما فهمیدی؟ ما مادر اونا میشم. هیچ کسی نمیتونه من از اولادم جدا کنه. مادر اونا وقتی که پدرشانه کشته زندانی شد و همونجا از بین رفت. اونا دیگه مادر ندارن. نه خیر، نه خیر. نیکه بشار گفتی که من مردم. از همین خاطر نامدن. من نمردم. با خاطر اولادم 20 سال صبر کردم مادر. درست از این بدیره ده حقم کده. چرا سر اونا دل نمی سوزانید؟ چطور بهشان گفته تانستید که مادرشان مرده؟ تو تشویش نکن. بعد از شنیدن خبر مرگ تو حتی یه قطره اشکام نریختن. جلو پستکتا بگی و گم شو. بار دیگه نمیخوایم تو را ببینم. از اینجا گم شو. من بیگناستم. من راست من نکشتیم مادر. ترگوت، تو چی رسال داری؟ حالا ایره از اینجا گم که زود باش. از اینجا برو. از این بیشتر مزاحم کار ما نشو. ترگوت پدر، تو خوب میفهمی که من راست من چقدر دوست داشتم. به خاطر خدا یک دفعه خوب اگه پایم گوش کنه. قاری صاحب بفرمایید. شما به کارتان ادامه بدین. حتما او زن لوده با آمدنش روح بچه من آرام ساخته. شما بخوانین تا که روح بچه ما آرام شود. خداوند گناهایش ببخشه و به اولادش صبر جمیل نصیب کنه. آمین. زنده باشی. خدا قبول کنه. خداوند قبول کنه دخترم. بهشت برین جایش باشه. زنده باشین. خدا قبول کنه. خداوند به هر کس اولاده مثل شما نصیب کنه. حتی یک دفعه سالگرد وفاتش فراموش نکردین دخترم. زنده باشین.
البته من امرت کمک میکنم. خداوند تمام مرده ما را ببخشه. آمین. آمین. خداوند کل مرده را ببخشه. آمین. با جز از او مادر قاتل ما. اسما، چتن، قدرت. ای دیگه کی است؟ باش من میرو میبینم. چتن، قدرت، هر دروازه را باز کنید. بفرمایین. کی را کار داشتین؟ ما به دیدن اولادم آمدیم. اسما، اسما. نمیشه آدم وارد تک تک کنی؟ داخل مهمان داریم. درست است چتن. داخل بیرو بارد، شاید فکر کردن نمیشنویم. چی شده؟ به خاطر چی آمدی؟ به خاطر بردنتان آمدیم. درورم صدا که خانه میریم. حالا چطور رفتم میتونم؟ هنوز مهمانا نرفتن. زیاد گپ نزن سحر. گفتم که خانه میریم. شوله یخ کده؟ یا که در میز قمارخانه منتظرت هستن؟ دی روزا زبانت کم زیاد دراز شده خانم اسما. یا که از وکیل بودنت سو استفاده میکنی چطور؟ اوهو، زیاد تیز گپ میزنی. گوش کن، امروز کدام جنجال جور نکن. یا مثل آدم داخل رفته بیشی یا از اینجا گم شو. دخترم آمدی که با پدر کلانم دعا بخونی؟ بله دخترم بله. گفتم شاید با چیز ضرورت داشته باشین، از این خاطر آمدم. حالا بیا داخل، برات کمه برنج با ماهیچه میارم، همو که دوست داری. شب باز ما تو گپ میزنیم. خواهر برای چی گفت؟ هیچ چیز نگفت اسما. چی باید بگویم؟ سحر باز شما رو تهدید کرد نه؟ ما حالا برش نشان میتم. خواهر جان لطفا صبر کن. تو چی میکنی؟ در داخل مهمان داریم جانم. اسما، دخترم کجاستی؟ چتن، بچه او را کجاستن؟ اولادم کجاستن؟ خاله چنار شما هستین؟ من
هستم فیدان. فیدان، تو چقدر کلان شدی دخترم. وقت شما زندانی شدین من بسیار خرد بودم، اما اول شما را نشناختم. اونا کجاستن فیدان؟ با آرامگاه پدرشانم نامده بودن. شما به قبرستان رفته بودین؟ آسیا مادر، همراهشان روبرو نشدین؟ تو حال اونا عربان. حالا برو اولادای ما برم بخوای. اونا خو اینجا نیستن خاله چنار، استانبول رفتن. استانبول گفتی؟ درست است، اما اونا دا اونجا چی کار دارن؟ اونا عمره ترگوت بیادر و از هلیانگیم زندگی میکنن چنار خاله. خاله چنار، خاله چنار، شما خوب هستین؟ زهر، خوش آمدی. تبریک باشه. خداوند از زیر سایه کاش که راستمون بچه خود دیده میتونست. خدا کنه که اولادای تو در زیر سایه پدر و مادر بزرگ شوند. من طفل خود از دست دادم چنان. تو چی میگی زهر؟ این کار چی وقت شد؟ 2 روز میشه، اما با کسی چیزی گفته نتونستم. جگر خون نباش، هنوز بسیار جوان هستی، شاید باز حامله شوی. دیگه نمیشه چنان. من دیگه مادر نمیشم. دکترم قسم گفت. ما به خاطر خداحافظی پیشت آمدیم. بعد از من خانم آسیا من از خانه بیرون میکنه. یک زنی که برش نواسه دادن نتانه چی به دردش میخوره؟ اتو نگذار. آسیا مادر کم خشن است، اما اقتدار به وجدان بودن نمیتونه. ما آسیا مادر خوب میشناسم. بهتر از قبل از اینکه اون نامه را بکشن خودم برو. چنار، لطفاً مرا ببخش. دیگه از اولادایت مواظبت کردن نمیتونم. اتو نمیشه زهر. اونا را تنها مانده نمیتونی، چون مثلا کسی دیگه اعتماد ندارم. ما باور دارم که تو بیگناهستی چنار. کاش که آسیا مادرم باور کنه. کاش که به اولادایت اونا بگوین که تو بیگناهستی. اما اونا قسم نخواد کردن. حتما اولادایت در مقابل دشمن میسازن، مثل دشمن بزرگشان خواد بودی. اسما سحر چتن اونا با ایگه بزرگ خواد شدن که تو قاتل پدرشان استی.
تو نمیشه زهر، حتما یک راه حل داره. لطفا نرو برتوزر میکنم. خدایا خودت برم یک راه حل نشان بده تا این طفل بخنده. چنار، توی قدر سرم باور کردی که اولادای تا پیشم ماندی، اما اگه از خانه برایم آسیا مادرت تا اجازه نمیده که اولادای تو را ببینم. قسمه که گفتم تو را به چشم قاتل خود دیدن، اما اگه ما باشم به اولادایت میگم که مادرتان بیگناه است. تو میخوای چی بگویی زهر؟ نه که از رفتن منصرف شدی؟ منصرف شدم چون برات یک پیشنهاد دارم. اگه گپ ما قبول کنی نه خانه‌ات برباد میشه نه از طفلایت جدا میشی. میگم که تو قدرت بچه‌ت بر ما بده. تو چی گفته میری زهر؟ من از اولاد خود تو منصرف شوم. قدرت آخرین نشانی رازم است. بدونی بچه من زندگی کردن نمیتونم. کی گفت ازش جدا میشی چنار؟ هیچ کس خبر نداره که ما طفل خود از دست دادیم. کلگی طفل تو را طفل ما فکر خود کردن. مام هر هفته به دیدنت میارمش. با این کارت هم من تبانه میشم و هم مراقبت اولادای دیگه تام ادامه خود دادم. بیزو اینجا ایره نمیخواید. شاید بعداً ایره به پرورشگاه بدن. خدایا وقتی که نه مادر شده بودم میگفتم یک انسان چطور میتونه از اولادش دور شد، اما با این بچه بسیار آرزوها داشتم. یا به امتحان زندگی من بودم. رازاکی شاید به خاطر قدرت این خوبترین راه باشه. بچه مثل اولاد خودت کمون کن. ازش خوب مواظبت میکنم چنار. برات وعده میتم که مثل اولاد خودم بزرگش میکنم. با قدرت بسیار یک مادر خوب میشم. با اسما چتن و سحرم یک خانم کاکای خوب میباشم. برو زهر، برو اگه منصرف میشم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى ترگت آل دعا کردن بان قربانت شوم یک کار کن. تو خو میگفتی که هرگز قسم نمیشه، اما بیبی او زن دوباره پیدا شد. چوب باش، حال مادرم خواد شنید.
نامه را خود دیدی اما تو نیست. در اون نامه چی نوشته شده بود؟ نمیفهمم زحل، نمیفهمم. ترگوت تو چی میگی؟ به خود بیا لطفاً. تو در اینجا متوجه مادرت باش. من رفته چنار را پیدا میکنم و میبینم که در اون نامه چی نوشته شده. مطمئن استم که حال او خانه رفته. فکر میکنه که اولاداش هنوز اونجا هستن. من میرم. برو. امیدوار هستم ناوقت نکنی. اگر نه باز. بچه راسمه بچه اجازه نمیتم قدرت از من بگیرن چنار. آسیا ما در حق و جانب است. تو دیگه مردی و همه قسم باید باقی بانی. چی گپ است؟ فکر کردی اینجا طویل است؟ تو چی میکنی؟ وقت داخل میایی باید تک تک کنی. باید بگویی آقا قدرت داخل آمده میتونم. حالا فهمیدی؟ تو اینقدر بی‌تربیگی میکنی باز. از ما توقع داری که احترامت کنم. همونطور است؟ کاملا همونطور است. خب اگه به ما احترام نداری، حداقل به کاکایت احترام داشته باش. چطور؟ همراه مردان نباید مرد. شما احمق هستین. تو چی میگی ها؟ تو چی میگی؟ شما چی میکنی؟ قدرت بیرون کو! بیرون شو! همراه مردان نباید بموری، همونطور نیست؟ چته؟ او را خرز نگی. سحر درست میگه. او عقل خود از دست داده. پدرم به شما زیاد روی داده. از این خاطر کارا را میکنه. قدرت لطفاً کار نکو که من خفیت بسازم. پدر ما به تو بیگانه نبود. کاکایت میشد. اگه زنده می بود تو را بیادر زاده گفته نوازش میکرد. حق بچانو بستی. با مرده ها نباید مرد. اما یک باری گپ خسما بپرس. ما هر روز خون گریه میکنی. خداوند تو را به این حالت نرسانه. ما را درک کن تا این روز سرتام نیایه. درست است. حالا چتن. حالا دیگه برو اسما. ایره بنوش خاله چنار. آسیا مادرم مال خات آمد. اونا چرا اولادم بردن فیدان؟ چرا؟ زحل به ما یک خبرم نداد. حتی یک نامم نشته نکد. به خدا نمیفهمم خاله چنار.
از ماره بیبی تو استوار استاد است. سحر نور چشمه مثل یک مادر خواهر و بیادرش دا خوش گرفتن. چطور بچه خاله چنار برو دیگه لطفا. آسیا مادر مال خاط آمد. اگه تو رو اینجا ببینه بسیار بدش میایه. قدرت عکس او اینجا نیست. اینا مثل اولاد خودت کلکل کن. از این بسیار خوب مواظبت میکنم. امرایت وعده میکنم که مثل اولاد خود کلانش میکنم. با قدرت یک مادر بسیار خوب میشم. بس ما و سحر چتن یک خانم کاکای خوب خواد بودم. برو زود برو اگر منصرف میشم. ای قدرت است. چنار خانم زحل راستش ما برش گفتم که برو. اما تو دیوانه شدی چطور؟ اگر ترگوت یا آسیا مادر تو را اینجا ببینن زنده نمیمونند. خوب شد که من زود آمدم. حالا دیگه قبل از اینکه کسی تو را ببینه از اینجا برو. اولادم کجا هستن زهر؟ اونا را به استانبول روان کردی، اما با من حتی خبرم ندادی. من فکر میکنم که اونا اینجا زندگی میکنن. اونا خاط آمدن. عجله کو از اینجا برو. چرا اولادم روان کردی زحل؟ به من جواب بده. گفتم بده اونها را به ملاقات مادرشان میاری. گفتم بده که اونها را از مادرشان دور نمیسازی. من به تو اعتماد کردم زحل. من قدرتم درست است. درست است. در این مورد گپ میزنیم. فیدان دخترم تو به کارایت برس. تو فکر میکنی من میخواستم که قسم شوه؟ من به خاطر که اولادایت اینجا نگاه کنم هر چیزی که از دستم میامد انجام دادم. چندین بار وقت میخواستن اونا را از این خانه بیرون کنن من مانعشان شدم. آسیا مادرم وقت فهمید من میخواستم اولادا را پیش تو بیارم قهر شد.
هیچ وقت به من اعتماد نکرد. خودتم خو میفهمی. در این خانه فقط امر آسیا مادر میچله. بسیار ترسیدم که به خاطر نآوردن اولادایت پیش تو به تو کدام خیانت نکرده باشم چنار. اما به خاطر آوردنشانم بسیار تلاش کردم. اما اونا را استانبول روان کردی؟ به خاطر که در اینجا اونا را کس آرام نمیمان. برشان میگفتن مادرتان قاتل است. چتن بیچاره. چندین بار با سر خم به مکتب رفت و آمد. اسما دخترم خو حتی نمیخواست به مکتب بره. من هیچ کاری نکردم که باعث شرمندگی اولادایم شود. من به تو باور دارم چنار. میفهمم. اما در اینجا همگی تو را قاتل فکر میکنن. من فقط خواستم که اولادایت خوش باشن. خواستم با سر بلند به مکتب خود رفته بتانن. خواستم از هیچ کس نترسن و نشرمن. از این خاطر اونا را از اینجا روان کردم. نخواستم کس اونا را اولاد قاتل بگویه. چنار، ما امرای تو وعده کردیم. به خاطر وفا کردن به وعده خود هر کار انجام میدم. خداوند ازت راضی باشه. لطفاً سرم قهر نشو. وقت فیدان گفت اونا دا استانبول هستن. تو فکر کردی که من تو را فریب میدم؟ لطفاً جگر خون نشو زهر. ما پشت اولادم بسیار دق شدیم. هنوزم چیرشان در مقابلم است. عذر میکنم، مرا پیش اونا ببر. چنار، تو چی میگی؟ گپای آسیا مادر نشنیدی؟ اونا فکر میکنن تو مردی. اما من نمردم زحل، زنده هستم. به خاطر اولادم نفس میگیرم. هر روز دعا کردم تا وقتی که اونا را نبینم زنده بانم. خواهش میکنم مرا پیش اونا ببر. اگه تو بری و خدا بر اونا نشان بدی، فکر میکنی که اونا من نیست یک مادر از تو استقبال خواد کردن؟ من هر کاری که لازم بود انجام دادم، اما متاسفانه مانع آسیا مادر شده نتانستم. اولادایت به تو دشمن ساخته. تو در چشم اونا قاتل پدرشان هستی. یک قاتل که سالها در زندان جزای خود دیده. من قاتل نیستم. تو خود میفهمی که من بیگناه هستم. من از اولادم دور بوده نمیتونم زحل. نمیتونم اونا را فراموش کرد از اینجا برم. خواهش میکنم تو مرا ببر یا آدرس بده که خودم برم. گپای قدرت شنیدی نه؟ میگه پدرش به ما روی داده. سر او بسیار قهر هستم سحر. باز دیگه شروع نکن اسما. قدرت هنوز خورده است. در سن جوانیش است. او هم اصلاح خود شد. حالا دیگه باید اول اینا را بشوییم. ارجمند حالش حالا خود شد که خانه بریم. چی میکنی؟ این کار او به وجدان پست امروید کرد؟ نه کارو نیست. سحر به من دروغ نگو. از شوهرت پیش من دفاع نکو. من میفهم کارم او است. کی چی که در خیریت باشه؟ چیزی نیست چتن. خواهر کدام مشکل هست؟ گفتم چیزی نیست. از ماشاءالله بود که ظرفا من میشویم. سحر من خانه میفهم چرا قدر دروغ میگی. چرا قدر از شوهرت پیش من دفاع میکنی. همگی ما میفهم که امروی تو چه قسم رویه میکنه. بس است. چیغ نزن. اسما بس است. بالای خواهرت فشار نیار. خواهر فردا بخیر انتخابات است. همی که در تیم انتخاب شوام از این حالت نجات پیدا میکنیم. انشالله. ببین همی جای نشانی باشه. اولین کارو میست که خانه میخرم و شما را از دستی بی‌شرفان نجات میتم. با جای فوتبال بازی کردن اگه میرفتی یک مسلک یاد میگرفتی اول وقت خانه خریده بودیم. اسما حالا که وکیل شدی فکر کنم از ما خوشت نمیه اسما. چتن منظور اسما این نبود. نه خیر خواهر جان.
ما بسیار خوب فهمیدم که اونا چی میخواین. کاش که با وکیل شدن همه چیز حل میشد خانم اسما. اگه وکیل شوی تو چی خواد کردی ها؟ بالاخره تو بازم در دفتر اونا کار خواد کردی. ایرا میفهمم. اما تو دقیقه گپا نشد، درست است؟ بیاز گپای ما به تو اصلا اهمیت نداره، میفهمم. ما در اینجا کار نمیکنم، شما ایرا فهمیدین؟ انگلستان میرم با مستری. البته چرا نه جانم، البته. بیاز تمام مردم انگلستان منتظر تو هستن. بیادر خودتان قدرت میگین، اما شما از او چی فرق دارین؟ حداقل امروز خود ای قسم نکنین. اسما چتن، ما بدون همدیگه کسی را نداریم. در روزهای خوبا بعد باید در کنار هم باشیم. اسما حالا خواهر جان در گیلاس ها دوغ بنداز، مهمانا منتظر هستند. بعد از به خدا چتن تو هم داخل برو، جان مهمانا را تنها نمان. اگه خبر شون زندستی چی تغییر میکنه؟ تو به نظر اونا یک قاتل استی و هم قاتل پدرشان. هر کاری که کنی حقیقت تغییر داده نمیتونی. یک نفر خبر داره، به من نامه نوشته کرده بود. در این نامه گفته که او میفهمه که قاتل راسم کی است. من صاحب این نامه را پیدا خواهد کردم. او وقت اولادم قبول میکنن که من قاتل نیستم. درست است، چنار آرام باش. ما خو نگفتیم که او شخص پیدا نکو. تو یک بار بتی که ببینم. نوشته کرده که او میفهمه من بیگناه هستم. خوب است، اما در این خود کدام نام نوشته نیست. خدا میفهمه که او نفر کی است که این نامه را نوشته کرده. باز تو چطور صاحبی را پیدا کرده میتونی؟ اگر کسی خبر نباشه پس چرا این نامه را برم نوشته کرده زحل؟ هر کسی که باشه پیداش میکنم، حتی اگر در زیر زمینم پنهان شده باشه پیداش میکنم. چنار با این هیچ چیزی را ثابت ساخته نمیتونی. وکیلم مثل تو گپ میزد، اما من تسلیم نشدم. میفهمیدم که یک روز آزاد میشم. پیداش میکنم زهر. به خاطر ثابت ساختن بیگناهیم دیگر راهی ندارم. اگر لازم شود به تلویزیون ها میرم، در روزنامه ها اعلان میتم. حتما او رو پیدا میکنم زهر. کسی که را نوشته کرده یک شخص با وجدان است. دیر و زود پیداش میکنم. درست است چنار، آرام باش. بیبی به ناحق امیدوار میشی. من 20 سال خاموش ماندم. 20 سال دیگه کسی مرا خاموش ساخته نمیتونه. مخصوصا وقتی درباره اولادایم فکر میکنم. وقتی اونا را به دست آورده نتونم، با چیزی ندارم که از دست بدم. کسی که نوشته کرده اون شب بوده باغچه بوده. شاید او را کسی دیده باشه. چنار کجا میری؟ صبر کو چنار. فیدان خوب گوش کو. نباید کسی خبر شوه که چنار اینجا آمده بود، فهمیدی؟ ما با یک شکل او را از اینجا میبرم. با کسی نگویی، بنا حق به تشویش میشن. چنار صبر کو، ما میایم. چنار زن احمق با کدام روی سر قبر بچه میایه ها؟ به مسائل کتر گود او زن نباید به نواسایم نزدیک شوه. گپ مفهمیدی؟ درست است مادر. اگر نه حق ما برات حلال نمیکنم. گفتم که درست است مادر. در استانبول اونا را از کجا پیدا خواهد کرد؟
من ای گپا را نمیفهمم. حتی اگر لازم شد تعقیبش کو. او زن از نواسایم دور نگاه کو. تشویش نکو، کار لازمه انجام میدم. استاد کو چی گپ شده؟ چیزی نیست، فکر کنم تلفنم در قبرستان افتاده. ها اینجاست. ادامه بده. اینا را از خانه گرفتی؟ اوه خدای من، خدا کنه که آسیا مادر خبر نشه. دماراتشان برم بگذار. جانم، چرا تو را ناراحت بسازم؟ هر قدر کمتر بفهمی به خوبیت است. لطفاً مرا غلط درک نکو، اما خانم آسیا هرگز اجازه نمیته اونا را ببینی. لطفاً برم بگو، این حق بس زوهر. چی میکنن؟ درس میخوانن؟ ازدواج کردن؟ خوش هستن؟ نواسا دارم زوهر. یک نواسه بسیار شیرین داری. نامش درو است. 5 ساله است. بسیار خواستیم که سحرام درس بخوانه، اما نشد. او و شوهرش عاشقم دیگه شده بودن. ما عروسیشو نکردیم. دستن خورد عروسی کرد. چنار با هم اقدر خوش هستن که هر کس ببینه میگه ماشاءالله. اسما درس خواند. او یک وکیل شده. اگه خواست خدا باشه امرای خواهر کار خودش رو خواهد کرد. هرگز نمیخواست از ما و از خواهر برادرش دور بره. آقا ترگود برای شرایط تحصیل فراهم کرد. بچه چتن ورزشکار است و بسیار پیشرفت کرده. همیشه میگفت فوتبالیست میشم و بالاخره شد. آله بسیار پولدار شده. توبه کردم خدایا. کاکاش بالایشو قدر افتخار میکنه که برش یک موتر مدل جدید تحفه داد. قدرت چی؟ رسیدم خواهر جان. چنار کمه به خود بیا. بی رسیدیم. بیا در تو همینجا منتظر ما باش. درست است؟ چنار اگه اینجا راحت نیستی دوباره میریم. نه خیر، من خوب هستم، تشویش نکن. درست از خودت میفهمی.
باور نمیشه. اینجا چقدر زیباست. رازم تو چی کردی؟ راسم ما آمدم جانم. این میزه چقدر زیبا آماده کرده. بسیار زحمت کشیده. اونجا کی است؟ راسم تو هستی؟ راسم بله از خدا بیرون بیا. داداش حرکت نکن. چنار؟ چنار؟ چنار اگه اینجا راحت نیستی دوباره میریم. نه خدا اقدر زجر نده. کاری است که شده دیگه. بعد از چی زهر؟ در چشم اولادم با عیس قاتل پدرشان همیشه باقی بانم. بیز و زنده نیستم اما تو نیست. وقت در قبر رفتیم. حالا هر کاری که به خاطر بیرون شدن از او قبر لازم باشه انجام میدم. جانم تو هم حق به جانب استی. آسیا مادر سالات را از اولادای دور نگاه کرد. خوش آمدین. بفرمایید. چای تازه دم کردیم. ما یک چیز میپرسیدم بچه. بپرسین براتون چای هم میارم. درست است. اما اول تو برام بگو که کسی است که در اینجا 20 سال کار کرده باشه؟ البته خواهر، یک نفر به نام کاکا نجاتی صاحب هتل است. 2 چای؟ بله 2 چای. خب این ماما نجاتی کجاست؟ فعلا در خانه‌اش است. اگه میگین صداش کنم. بیاد در خانه کاملا تنهاست. حتما میآید. شادی همسن قدرت باشه. اما ترس. خب چنار تو قصه کو. این همه سالا در بین او 4 دیواری چطور گذشت؟ خداوند نصیب کسی نکنه. مشکل است. بسیار مشکل است. خصوصا وقت پشت اولادت دق شوی. او اون وقتی که اولادم فکر میکنن من در زیر خاک هستم.
من بدون دیدن اولادم دیگه کدام ارزویی ندارم. بیا اسما، ما منتظر تو بودم. ضمانت خطت آماده است. تشکر میکنم. مطمئن هستی دخترم واقعا میخوای به انگلستان بری؟ بله. بیبی اسما، دوباره امو گپا برات تکرار میکنم. دروازه دانشگاه همیشه برایت باز است. هر وقتی که خواسته باشی اینجا باعث کارمند کار کده میتونی. منم میخوایم شاگرد لایق مثل تو را با کدام کشور دیگه تقدیم کنم. زنده باشین. اما ما وقت تصمیم خود گرفتیم. بیازینامه را عاجل ارسال میکنم. درست از دخترم، خودت میفهمی. اما فراموش نکو دروازه دانشگاه همیشه برات باز است. میفهمم استاد. روزتان بخیر. میبخشین میشه به نزدیکترین پوسته خانه بریم؟ کمی عجله دارم. چی میکنی؟ متوجه باش. چی گپ شده باشه؟ شما چی میکنین آقا؟ چرا اینجا موترتان استاده کردین؟ معذرت میخوایم. تو دیدی؟ از خاطر تو سر ما گپ زدن. خوش آمدین. موهایتان چه قسم جور کنم خانم؟ راستش نمیخوایم که مثل دفعه قبل باشه. درست است. امسال اون موده از بین رفته. کمی موجدار بسازین، اما بسیار کم. نمیخوایم بگوین به خاطر زیبا شدن بسیار زحمت کشیده. درست است خانم، هر قسمی که شما خواسته باشین. یک دقیقه. بله عمر جان، درها هستم، به دادگاه میرم. تو کجا هستی؟ کارم تمام شد برآمدم، اما دوستی در خانه مونده بود. اول باید تو را بگیرم اپک. در دادگاه میبینیم. درست است؟ درست است، باز میبینیم. اگه یک بار یک گپ خوب بزنه باز میموره. بسیار بد است. خوش آمدن دخترم. خوش باشین. ببخشین که شما را به زحمت ساختم. نخیر دخترم، از اینکه باعث شدی چند دقیقه از خانه بیرون شوم باید برات دعام کنم. خب حالا بگو دخترم، پشت کی میگردی؟ 20 سال قبل در اینجا یک نفر با آب افتیده گم شده بود. به یاد دارین؟ چطور فراموش کردم میتونم؟ گفتن که مرده. پلیس ها روز از من تحقیق میکردن. این نامه را شما نوشته کرده بودین؟ خب این مثل دستخط من نیست، اما بازم یک بار میبینم. تو خو خانم آقا راسم نیستی دخترم؟ تو را قاتل گفته از اینجا بردن. ما این کار نکردیم کاکا.
مشاورم از بین نبرده. با پلیس هم گفته بودم. ما او روز بسیار وقت بیرون شدم. ندیدم که کار کی بود. اما کسی دیده بوده. به من نامه نشته کرده بود. کاکا همراه به کمک کن. ما باید صاحب این نامه را پیدا کنم. او شب در اینجا کسی دیگه بود. باید دارید. میشه انشالله. صبری هم اونجا بود. خب بی صبری حال کجاست؟ خداوند رحمتش کنه. اما او هم با پلیس گفت که چیزی را ندیده. بسیار انسان خوب بود. اگر چیزی را میدید حتما با پلیس میگفت. یک دقیقه یک نفر دگان بود، اما نامش درست به یادم نیست. از این شهر نبود. به خاطر کار کردن اینجا آمده بود. ها، یادم آمد. خلیل. نامش خلیل بود. خلیل، پنیری که میخواستی آمده. حقت جدا کده. شاگردم که آمد با دیگه سفارش ها روانش میکنم. اگه وقت داری همیال آماده میکنم. زنده باشی. تشکر. اما حالا کم عجله دارم. باز روانش کن. خب دیگه با خدا مسپارمتان. برو بخیر بری. عمر، خیرت باشه. در این وقت خانه چی میکنی بچیم؟ با محکمه میرم پدر جان. دوست در خانه مانده بود، آمدم بگیرمش. درست است بچه. متوجه کارت باش. حالا زود باش. پدر، بسیار عرق کردی. خوب هستی؟ خوب هستم بچیم. چیز گپ نیست. برو. پدر، هیچ خوب معلوم نمیشی. اگه میخوایی به شفاخانه بریم. لازم نیست بچیم. من حالت خود خوب میفهمم. چند دقیقه استراحت کنم خوب میشم. حالا دیگه سرت ناوقت میشه. او خلیل نام فقط یک بچه داشت که زیاد مریض بود. به خاطر تداوی بچهش باید شب و روز کار میکرد. خلیل دا کجا پیدا کرده میتونیم؟ صبر کو. در استانبول در یک منطقه به نام مالتپا در اونجا دکان داشت. اما تو شنیدیم. باز مرا میگن پیر شدی. بیبی چطور با یادم است. من حالی هم جوان هستم. جوان. زحل، خلیل پیدا میکنیم. چنار، کم مشکل است اما کوشش خودم میکنیم. اگه پیداش کنیم اولادم میفهمن که من قاتل پدرشان نیستم. اگه ثابت ساخته بتانم که بیگناه هستم، باز ما با اولادم میرسم. البته. اما اول باید به یک هتل بریم. تو خوب استراحت کنی. بعد از او باز خواد دیدیم. پس من تکت استانبول میگیرم. چنار چی ضرورت است؟ فردا با طیاره برمیگردیم. به تو هم یک تکت میگیرم. میگه که به استانبول رفته. اون نفره پیدا میکنم. از کجا پیدا خواد کرد زحل؟ استانبول بزرگ است. حتی تخلص اون نفرم نمیفهمه. آها زندگی. جانم، تو گپ مرا هیچ نشنیدی؟ او بیگناه است. میگه که بیگناهی خود ثابت میسازم و دیگه چیز نمیگه. از او باید بترسیم. حالا به خاطر رسیدن به اولاداش در استانبول زیر هر سنگ خود پالی. ترگوت، به هر قیمتی که شده باید خلیل قبل از چنار ما پیدا کنیم و حقش برش بتیم. چه قسم؟ فکر میکنی پیدا کردنش آسان است؟ از او واقعا 20 سال سپری شده. ما چی بفهمم که خلیل کجاست؟ درست از زندگیم. تو حق به جانب استی. ما هم گپ زده میرم دیگه. اما اگه تو بخوایی او را پیدا کرده میتونی. تو یک بار اطراف خود بیبی؟ کسی وجود داره که به اندازه تو صلاحیت قدرت داشته باشه؟
تا حال کدام کار بوده که خواسته باشی انجام دادنتونی؟